سلام، این دفعه صدای ما رو از یک شب سرد زمستونی میشنوید. امیدوارم گوشه گرم و نرمی نشسته باشید و این ویدیو رو تماشا کنید. ساختن این ویدیو بیشتر از اون چیزی که حتی انتظارش رو داشتیم طول کشید، چون قرار از شخصیتی بگیم که گفتن ازش ساده نیست. کسی که بیشتر در حوزه اندیشه سیاسی شناخته میشه، اما ما میخواییم از جنبه کاملا متفاوتی بهش نگاه کنیم. این شخص کسی نیست جز آنتونیو گرامشی، متفکر ایتالیایی که بیشتر به نظریه هژمونی شناخته میشه و ما قراره بریم سراغ کتاب نامه‌های زندان. همینطور که در ابتدای کتاب میخونید، ما در این اثر با یک انسان تمام عیار مواجهیم. او که یکی از فعالین سیاسی اجتماعی در ایتالیا بود، در نهایت یکی از رهبران حزب کمونیسم شد که با روی کار اومدن حزب فاشیست در ایتالیا دستگیر شد و به 20 سال زندان محکوم شد. همونطور که گفتیم توی این ویدیو قرار نیست شخصیت گرامشی رو از نظر سیاسی یا اجتماعی تحلیل کنیم، بلکه میخوایم صدای انسانی رو بشنویم که از پشت میله های زندان فریاد زندگی رو هرچه رساتر بلند میکنه. در زندان به دلیل ضعف جسمانی که از دوران کودکی درگیرش بوده، شرایط نامساعدی رو تجربه می کرده و گاهن بیمار می شده، اما پافشاری و استقامتش بر باورهاش گنجینه ارزشمندی رو برای انسانها به جای گذاشته. توی این نامه هایی که اغلب به خواهر همسرش، همسر، مادر و دوستانش می نویسه، مسائل بسیار عمیقی رو مطرح میکنه. مسائلی که پس از گذشت سالها هنوز هم پیش روی بشر هست و توجهش رو میطلبه. این نامه ها در واقع تقلای گرامشی هست برای زنده ماندن، برای پایداری بر ارزشهاش، برای ایستادگی بر باورهاش. چیزی که در نامه ها به چشم میخوره دغدغه شدید اون برای تربیت هست. تربیت فرزندانش، اعضای خانوادهش و هموطنانش. در یکی از اولین نامه هاش این دغدغه رو از زبان خودش به همسرش میشنویم. روم 20 نوامبر 1926. یولیای عزیزترینم، خیلی خیلی دوستت دارم و دلم میخواهد چشم و دلم به دیدار بچه های نازنین و دلبندمان بارها و بارها روشن شود. وضع مالی شما کمی نگرانم کرده است. آیا درآمد تو کفاف همه چیز را میدهد؟ فکر میکنم ما هم گاه اگر درخواست یاری ناچیزی کنیم موجب سرشکستگی ما نخواهد شد. دلم میخواهد متقاعد شوی که در این مورد حق با من است و به دوستانم مراجعه کنی. وقتی در امنیت هستی و گزندی تهدیدت نمی کند، من هم آرامش، نیرو و عزم راسخ میابم. میبینی بار و مسئولیت سنگین یک پدر جدی دمی آسوده‌ام نمیگذارد. در نامه دیگه‌ای به مادرش از دغدغش برای تربیت دختر برادرش میگه، برادری که اون هم مانند گرامشی در کنار فرزندش نیست. مادر بسیار عزیزم، از آنجا که ادمعا هم باید به تنهایی مسیر خودش را بیابد، باید به فکر این باشید که به لحاظ فکری و اخلاقی خوب تربیت شود و شخصیت نیرومندی پیدا کند
تا مانع از این شوید که فقط در محدوده محیط بسته روستایی رشد کند و ببالد. باید برایش توضیح دهید که الان برای پدرش ممکن نیست از سفر خارج بازگردد و این وضعیت به خاطر این است که نانارو و من و بسیاری دیگر معتقدیم دختران زیادی مثل او که در سراسر انگیتی زندگی می کنند باید ایام کودکی بهتری از ایامی که ما داشتیم و خود او دارد داشته باشند. گرامشی در نامه‌ها از مواجهش با شرایط زندان و صبر و شکیباییش میگه: مادر بسیار عزیزم، در چنین شرایطی صبر و شکیبایی لازم است و من اندازه خروارها، صدها واگن پر و صدها خانه پر صبر دارم. یادت می آید کارلو وقتی کوچک بود و شیرینی خوشمزه می خورد چه می گفت؟ 100 تا خانه پر از اینها می خواهم. من هم 100ها خانه و بسی بیشتر صبر دارم. کار کردی که نامه ها براش داشتن در اون شرایط رو اینطور توصیف میکنه: تاتیانای بسیار عزیز، اگر دیر برایت نامه نوشتم مبادا یک لحظه هم به خاطرت بگذرد که تو را فراموش کردم و به فکرت نبودم. تعبیر تو صحیح و دقیق است، زیرا هر آنچه دریافت می‌کردم و بر آن نشانه‌ای از دستان گرامی تو می‌دیدم برایم تنها حکم درود نداشت، بل به سان نوازشی سرشار از مهر و انس بود. نامه نوشتن و نامه دریافت کردن به یکی از پرشورترین و هیجان انگیزترین لحظات زندگیم بدل شده است. اما این نامه نوشتن از زندان هم براش راحت نبوده و چالش های زیادی داشته. تانیای بسیار عزیز، امروز بیشتر از این نمیتوانم برایت بنویسم. خودنویسی به من داده‌اند که مرتب کاغذ را میخراشد و برای نوشتن لاجرم باید با انگشتان دستم آکروبات بازی کنم. منتظر نامه هایت هستم، در آغوشت میگیرم. آنتونیو. در زندان با وجود محرومیت هایی که داشته گاهی چیزهایی رو درست میکرده که اینجا راجع به توپی صحبت میکنه که برای فرزندش میخواد درست بکنه. در این روزها مشغول ساختن یک توپ با خمیر کاغذ بودم که گذاشتم خوش شود. فکر نمی کنم امکانش باشد برای دلیو بفرستمش. از طرفی ماندم چطور رنگش کنم، چون بدون رنگ خیلی راحت بر اثر رطوبت از هم باز می شود. و توی چند نامه بعدتر دوباره به اون توپ اشاره میکنه: راستی بستر رسید و چیزهای زیبایی را که برایم فرستاده‌ای دیدم، اما فقط شکلات را به من دادند. بعید نیست باقی چیزها را بعداً تحویلم بدهم. باید یک سری بازرسی انجام دهند. شکلات بسیار لذیذ و مطبوع است. آن را در قطعات کوچک با دندان میخورم. شکلات را به من دادند ولی کاغذ رنگی زرورق آن را ندادند. فکر کردم شاید به درد رنگ کردن توپ کاغذی بخورد. توپ رنگ طبیعی خمیر کاغذ را دارد و حالا که کاملا خوش شده عالی از آب در آمده است. در زندان همچنین برای برادرش که وضعیت روحی مناسبی نداشته بارها نامه می نویسه و سعی می کنه که کمکش بکنه. کارلوی بسیار عزیز، از این پس می خواهم برایت بیشتر نامه بنویسم تا به تو نشان دهم که وضعیت روحی تو در خور یک مرد نیست و تو دیگر خیلی هم جوان نیستی. وضعیت روحی تو مانند وضعیت کسی است که وحشت بر او مستولی شده است. کسی که به هر سو خطری می‌بیند که جانش را تهدید می‌کند، از این رو قادر به عمل کردن به شکل جدی و غلبه بر مشکلات واقعی نیست. یعنی نمی‌تواند آنها را به خوبی از مشکلات خیالی که تنها زایده قوه خیال هستند تفکیک و جدا کند. در پایان نامه می‌خونیم:
چرا همه اینها را برایت نوشتم؟ برای آنکه باور کنی من در شرایطی هولناک به سر می بردم، اما هرگز امیدم را از کف ندادم. این زندگی سخت در شکل‌گیری شخصیت قرص و محکم من نقش بسزایی داشته است. دریافتم که وقتی همه چیز از دست رفته است یا چنین می نماید، باید به آرامی زندگی را از سر گرفت و از نو آغاز کرد. پس خوشحال باش و اجازه نده محیط روستایی و ساردنیا تو را در خود ببلعد. ما همواره باید از محیطی که در آن زندگی می کنیم فراتر رویم، بی آنکه آن را خوار بداریم یا خود را برتر از آن بدانیم. نامه هایی که تا اینجا به اون پرداختیم در واقع 2 سال از زندگی اون در زندان رو پوشش می دادن و در اینجا اولین کتاب از نامه های زندان به اتمام می رسه. پس از این 2 سال محاکمه اون و دیگر رهبران حزب کمونیسم انجام میشه و متوجه میشه که به 20 سال زندان محکوم شده. گرامشی 10 سال از محکومیتش رو در زندان سپری میکنه و پس از این 10 سال به دلیل وضعیت وخیم جسمانی از زندان آزاد میشه و در روزی که قرار بوده به محل تولدش برگرده جانش رو از دست میده. نامه های دیگه گرامشی رو میتونید از نسخه های بعدی این کتاب مطالعه کنید تا این صدایی که هرگز نتونستند خاموشش کنن به شما امید و وعده زندگی بده.